بالاخره راز براقیت مو رو فهمیدم. اگه تو هم دوست داری این راز رو بدونی، نمیخواد چیزی رو برام کامنت کنی، فقط کافیه تا آخر این ویدیو کنارم باشی. برای آماده سازی این معجون ما به 3 تا مسئول احتیاج داریم که پایان کارمون استفاده میکنیم. ماسک ایمپکت میخوای، ماسک شماره 3 کراتین میخوای، اون ماسک تثبیت، روغن آرگان میخوای، چند قطره، یه سری ویالهای درمانی. مرحله اول ماسک تثبیت رو برمی‌داری، کل مو آغشته میکنی، لایه لایه به کل مو میزنی، 10 دقیقه مکس. مرحله دوم بلافاصله بعد از اینکه تایم مکس ماسک ایمپکت تموم شد، ماسک شماره 3 رو برمی‌داری، با مقداری روغن آرگان یا ویالهای درمانی با هم دیگه ترکیب می‌کنی. بهتره که شما از یه کاسه رنگ استفاده کنید، داخل کاسه رنگ بریزی، ترکیب کنی و به مو آغشته کنی، لایه به لایه، 10 دقیقه این هم مکس. ماسک ایمپکت خودش به تنهایی تراپی سرد محسوب میشه و 3 ماه ماندگاری داره. از اینکه 10 دقیقه ماسک تثبیت مرحله دومش که تموم شد، مو رو آبکشی می‌کنی، همه مواد رو از روی مو پاک نمی‌کنی، 30% این ماسک که آماده کردی میذاره روی مو بمونه و بعد مو رو با باد سشوار خشک کردم. به صورت ساده و روون اینو در اختیارت بذارم. اگه تو هم روشی بلدی که مثل این روش جواب گرفتی ازش، تو کامنت ها برام